The government of Tajikistan paves the way towards stronger primary health care through better health financing. Under the leadership of Ministry of Health and Social Protection of the Population and the Ministry of Finance of Republic of Tajikistan, World Health Organization and the European Union support introduction of new health financing arrangements in PHC facilities in 5 pilot districts of Sught Oblast by 2025. This reform will change a lot for the health workers and population living in Sught. Let's meet them and hear their story. من راهبر شبکه‌های مؤسسه‌های کاتسینو هدی رشتی توجیف کاملجان اخرارویچ خوش آمدید به نوع هدی رشتیچ اما مبلغ‌های جداگردیده اساساً برای کودکان علل خصوص حامله دوران استفاده کرده میشه. نظر به دیگر نوع‌ها به صححی تندرستی و دیگر سوخه‌ها کمتر مبلغ جدا می‌نمایند. اصلاحات نوی مبلغ گذاری به ما امکانیت می‌دهد که برای هوسمندگردانی کارمندان خود و جلب متخصصان و شبکه‌های کاتس کاربری کرده سطح صفت خدمت رسانی رو بلند برداریم. من میدونم چند نفر اهالی زندگی میکنن با کدام بیماری ها در اینجا حیات برده ایستادن. بعد این مبلغ گذاری نو ما میتوانیم که برای احتیاجات اهالی همون داروهایی که لازم است مثلا برای دیابت قند باشد یا با دیگر بیماری‌های ضروری دل و رگ‌ها باشد ما گرفته میتوانیم. لیکن در پیشتر وقت این به ما امکان نمیداد که چنین داروها را از دیگر استاتیا گذراندند. من خانم صبرینه از سال 2019 این طرف سرهمشری تیپ شده کار میکنم. تعیین نمودن داروها طبق داروخط برای بیماران غیر استروئیدی در سطح آمبولاتوری از جمله فشار بلندی، دیابت قند، استما از جانب طبیبان اولوی عملی کرده می شود که اساساً این خودی بیمارا خریداری می نمایند و مبلغ مولویشون دشواری به میان می آورد. از همین سبب برای آنها دائمی داروهای خریداری می نمایند دشواری به عمل می آید. بعد مبلغ گذرانی کفالت رایگانی به مردم مایم بسیار بهتر می شود که با داروهای های بلند صفت و کم ارزش تامین می کردند. من بدالف ابلانظر سابقه کارم 38 سال بوده در مرکز سلامتی دهات دشتکان فعالیت میکنم. یکی از پرابلم های مؤسسه کمک اولی طب سانیتاری نوحیه این نارسایی طبیبان علل خصوص طبیبان اولیوی می باشد. نارسایی طبیبان اولیوی سربارای علاوه وجود می بیارد که این به صفت کار ما با تاثیر منفی می رساند. من امیدوارم که اصلاحات مبلغ گذاری مسئله مذکور را بر راه وارد نمودن زیاد نمودن مزد مهنت و مکانیزم هوسمندگردانی کارمندان طب بر راه وارد نمودن مستقلیت یا دادن راه مستقلیت به مؤسسه کمک اول طب سانیتاری حل فصل می نماید.